سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به چنل خودتون خوش اومدید. امروز میخوایم سومین درس از کتاب Basic Grammar in Use رو با هم یاد بگیریم که این درس Present Continuous هست یا همون حال استمراری و زمانی ازش استفاده میکنیم که اتفاقی در حال افتادن باشه و در لحظه بخوایم راجبش حالا یه حرفی بزنیم. مثلا این خانم داره غذا میخوره، میتونیم بنویسیم She is eating، چون در لحظه الان در حال غذا خوردنه. خودش هم گفته I am eating، I'm eating. و یه حالت منفیش هم نوشته که she isn't reading، اون در حال مطالعه نیست. She is eating. عکس دوم it's raining، it is raining. The sun isn't shining. We are running، they are running، they aren't walking. و اینجا هم ساختار present continuous رو نشون داده که am یا is یا are به علاوه فعل و ing که بعدش قرار میگیره. I am eating، I am running، I am writing، she is doing her homework، he is doing his homework. و اینجا هم ساختارش رو به صورت کاملتری نشون داده به ما. I am not فعل رو میاریم، بعدش هم آخرش ing میذاریم. I am not working، he is not working، she is not working، it is not working، we are not working، you are not working، they are working. و اینجا هم یه تعدادی مثال نوشته. I'm working، I'm not watching TV. Maria is reading a newspaper. She isn't eating or she's not eating. The bus is coming. You are not listening to me, or you aren't listening to me. The children are doing their homework. میریم به قسمت B و اینجا کاملترین و جامعترین توضیح رو برای همین present continuous داده. اما is و are به علاوه ing مساوی است با something is happening now، چیزی که همین لحظه در همین لحظه داره اتفاق میفته. I am working، I'm working. She's wearing a hat. They're playing baseball. I'm not watching TV. و اینجا توی این تایمایی که نوشته past و now و future، گذشته، حالا و آینده، این قسمت یعنی present continuous و ing رو ما فقط همین حالا میتونیم استفاده کنیم، یعنی برای حالتی که میخوایم همین حالا رو گزارش بدیم. Please be quiet، I'm working. یا I'm working now. Look, there is Sarah. She's wearing a brown coat. She's wearing it now. The weather is nice. It's not raining. It's not raining now. Where are the children? They are playing in the park. همین حالا کجان بچه‌ها؟ بچه‌ها دقیقاً الان دارن تو پارک بازی میکنن. We are having dinner now. Can I call you later? You can turn off the TV. I'm not watching it. اینجا هم گفته که برای اسپل کردن، یادگیری اسپل کردن، ضمیمه 5 رو نگاه کنید و حالا برید توی خود فایل کتابتون نگاه کنید، قطعا میبینید، ولی من حالا براتون اسپل میکنم این چند تا کلمه رو. کام که به معنی اومدن میشه، وقتی که ing بگیره میشه coming. run که به معنی دویدن میشه. write که به معنی نوشتنه میشه writing. sit که به معنی نشستنه میشه sitting. dance که به معنی رقصیدنه میشه dancing. swim که به معنی شنا کردنه میشه swimming. و خب میریم به قسمت تمرین ها و همونطور که همیشه گفتم و الان هم میگم، بهتره که اول تمرین ها رو حل کنید و حالا بعدش بیاین و با من چک کنید، چون واقعا زمان زیادی نمیبره، تهش 1 رو به 20 دقیقه است. یعنی خیلی ارزشمندتره که خودتون حل کنید و ببینین آیا یاد گرفتین کامل یا
یاد نگرفتین. خب بریم به تمرین اول. Exercise 1. What are these people doing? Use these verbs to complete the sentences. Eat هست، have هست، lie هست، play هست، sit هست، wait هست. اولیو که خودش جواب داده، طرف داره سیب میخوره و نوشته که she's eating an apple. عکس دوم یه شخصی بغل این تابلوی ایستگاه اتوبوس وایساده، میتونیم بگیم منتظر اتوبوسه. پس میتونیم بنویسیم he is waiting for a bus. گزینه سوم دارن فوتبال بازی میکنن دیگه. They are playing soccer. عکس چهارم یک شخصی دراز کشیده رو زمین، میتونیم بنویسیم he is lying on the floor. گزینه پنجم یا عکس پنجم دارن غذا میخورن، حالا ساعت رو میتونیم نگاه کنیم 7:30 8:30. خب احتمالاً یا صبحونه است یا شامه دیگه. من نوشته breakfast ولی خب موضوع اصلی اینه که they are eating breakfast. و عکس ششم یه شخصی روی میز نشسته که میشه she is sitting on the table. خب میریم به پارت دوم تمرینامون. Complete the sentences. Use these verbs. Build که میشه ساختن، cook که میشه پختن، leave که میشه ترک کردن، stand که میشه وایستادن، stay هم میشه موندن. میتونیم بگیم که هم معنی هم هستن ولی خب خیلی جاها هم فرق داره. swim میشه شنا کردن، take میشه گرفتن، work هم که خط زده میشه همون کار کردن. Please be quiet. I'm working. Where's John? He's in the kitchen. He is cooking. اینجا گفته طرف توی آشپزخونه است، پس احتمالاً داره غذا می‌پزه. You are standing on my foot. Oh, I'm sorry. Look, somebody is swimming in the river. یکی داره شنا میکنه. مورد پنجم we are here on vacation. We are staying at a hotel on the beach. اینجا هم staying همون معنی موندن رو میده. ما توی یه دونه هتلی که توی ساحله موندیم. Where is Sue? She is taking a shower. سو داره همون میکنه، داره دوش میگیره. 7. They are building a new hotel downtown. Number 8. I am leaving now. Goodbye. Look at the picture. Write sentences about Jane. Use she is plus ing or she isn't plus ing. Have a dinner. Have dinner. Jane isn't having a dinner. ببینید اینجا گفته که عکس رو نگاه کن و راجع به عکس اینجا بنویس که داره اون کارو میکنه یا اون کارو نمیکنه. Watch TV. She is watching TV. خب داره قشنگ معلومه که داره تلویزیون رو نگاه میکنه. Sit on the floor. She is sitting on the floor. Number 4. Read a book. She is not reading a book. Number 5. Play the piano. She is not playing the piano. Number 6. Laugh. She is laughing. Number 7. Wear a hat. She is wearing a hat. Number 8. Drink coffee. She is not drinking a coffee. درسته که حالا تصویر این جین عزیزمون یکم بده ولی تقریبا تمام اینایی که گفته واضحه، یعنی روی زمین نشسته sitting on the floor، کتاب نمیخونه she is not reading a book، پیانو هم که نمیزنه she is not playing the piano ولی داره میخنده she is laughing، کلاه هم سرش هست she is wearing a hat، قهوه هم که نمیخوره she is not drinking a coffee. و میریم به قسمت آخر سوالا و what's happening now? Write true sentences. گفته حالا با توجه به شرایطی که توش هستین این جمله ها رو درست کنید، یعنی به حالت present continuous بنویسید. I wash my hair.
من حالا شستن موهای سرم. خب طبیعتا الان ما این کارو نمی‌کنیم، پس می‌نویسیم I'm not washing my hair. Number 2 It snow. برف اومدن. حالا بستگی داره دیگه، این جفتش میشه در حال حاضر. It's snowing یا it is not snowing. Number 3 I sit on a chair. من نشستم روی صندلی، که خب منطقاً باید روی صندلی نشسته باشیم. I am sitting on a chair. I eat. خوردن. I'm not eating. I'm watching a YouTube video. It rain. بارون اومدن. It is raining یا it is not raining. I study English. I am studying English. I listen to music. I am not listening to music. The sun shine. The sun is shining. I wear shoes. I'm not wearing shoes. I read a newspaper. I'm not reading a newspaper. ببینید خب یه سری چیزا اینجا واقعا دوتا میشه، یه سری چیزا هم دوتا نمیشه. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که به خوبی یاد گرفته باشید. این درس حالا نسبت به بقیه درس‌ها خیلی کوتاه‌تر بود و اگرم یاد نگرفتید به نظرم یک بار یا دیگه مکسیموم 2 بار نگاه کنید ویدیو رو، کامل را یاد میگیرید، چون یه چیز ساده است، اونقدر پیچیده نیستش واقعا. و اینکه در کانال تلگرام هم تمرین‌هایی برای این درس گذاشتیم و همچنین توی پیج اینستامون به صورت خیلی خلاصه تر یه پستی گذاشتیم، از دوتاش میتونین استفاده بکنین که ایشالله این درس هم براتون کامل بشه و هفته دیگه با قسمت جدیدی از این کتاب در خدمت شما هستیم. یعنی درس جدیدی که حالت سوالی همین درس خواهد بود. ببینید Present Continuous Question و این درس رو با هم یاد خواهیم گرفت. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودید.